باری دیگر سلام میفرستم به بیننده بیننده عزیز رادیو آزادی. شالوی گلخوجه هستم در کنار شما. طریق پخش مستقیم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت اینجا 10:01 است و در دوشنبه ساعت 1:01 و باوری دارم که حالا در نزد یوتیوب هستید، در آزادی ویدیو کانال یوتیوب و ما رو تماشا دارید تا اینکه بفهمید چه خبرهای تازه ما در دست داریم و شما نیز در جریان این خبرها باشید. و بیننده عزیز فراموش نکنید که همه شما رو بازم بعد از 3 ساعت دیگر من در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشم که برنامه خبری ما 15 دقیقه ادامه میکند و خبرها و گزارش‌های جالب رو گرد آورده است. خوب، خصوصی زن 26 ساله در ختلان وضع این جوان زن که حامله بوده است وزنین ارزیابی می شود. پیوندان این جوان زن میگویند جنجال های پیوسته با خانواده شوهر او را از زندگی دل سرد کرده بود. خوب، در صحبت با همکاران ما پیوندان این زن گفتند که او قبلا نیز بارها قصد خودکشی کرده بود و این دفعه دست به این کار زده است. یکی از فرضیه های سبب های قصد به جان کردن این جوان زن به گم شدن گردنبند طلایی خوشتامنش مربوط بوده است. همکاران ما در ولایت ختلون با نزدیکان این جوان زن صحبت کردند و در برنامه خبری تفصیلات را در این باره پیشنهاد شما خواهیم کرد. بلیط فروشی های شرکت های هوایی تاجیکستان میگویند سودای چپته ها به سمت روسیه از 30 تا 70% کاهش یافته است. پژوهش همکاران ما نشان داده است که اکثر مهاجران تاجیک بنابر نرخ بلند چپته ها و خدمات نچندان خوبی شرکت های هوایی وطنی ترجیح میدهند که توسط خطسیرهای ترانزیتی خود را به روسیه برسانند. این هم در حالی است که به گفته مصاحبان رادیو آزادی پروازها طریق کشورهای دیگر برای مهاجران و شهروندان تاجیکستان 1.5 برابر ارزانتر میافتیده است. منتظر باشید، بعد از 3 ساعت دیگر این گزارش در برنامه خبری تقدیمتان می شود و شما نیز با سوالهای زیادی خود درباره نرخ چپته ها به سمت روسیه می توانید از این گزارش جواب بگیرید. حکومت تاجیکستان بررسی برنامه گزارش به پخش رقمی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را آغاز کرده است. معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میگوید که فعلا این برنامه از سوی وزارتخانه ها و مؤسسه های حکومتی بررسی می شود و از جمله میگوید که انتظار می رود این برنامه از آغاز سال آینده مورد اجرا قرار گرفته. در طول 5 سال آینده کل رسانه های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان به پخش رقمی یا دیجیتال گذارند. اما در همین حال ساکنان شمال تاجیکستان شکایت می کنند که به شبکه‌های دولتی کشور دسترسی محدود دارند و مجبور می شوند برنامه تلویزیون ها را طریق ماهواره تماشا کنند. یک موضوع بحث برنامه امروزه ما هم همین است. طوری ما خبر دادیم در عراق 9 زن تاجیک را از 20 سال زندان تا حکم ابد دادند. این زنها به عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان ایبدار شدند. از این زنان در مجموع 24 کودک در عراق مانده است. در تاجیکستان نزدیکان آنها درباره حکم چی میگویند بعد از 3 ساعت خواهید فهمید. و گزارش جالبی دیگر هم داریم که محبت بیکران مادر را نسبت فرزند نمایش میدهد. توصیه میدیم که این گزارش آموزنده رو تماشا کنید و ببینید که چگونه با وجود تهدید خطر به جان مادر او کوشش میکند نوزادانش را از زهر کشنده نجات بدهد. و طور پای بردید امروز برنامه خبری ما سرشار از گزارش‌های جالب است. پس ما رو همراهی کنید در پخش مستقیم برنامه خبری در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب، در www.azadi.org وبسایت رادیو آزادی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی که در اونجا رادیو آزادی صفحه های خود را دارد و طور همکاری من به من حالا اشاره دارد. شما با ما تماس میگیرید و سوالای خود را نیز برای ما ارسال میکنید و طوری من 3 ساعت پیشتر در نوید بامدادی برای شما گفتم ما هر روز تلاش خواهیم کرد یک پخش مستقیم را برای پاسخ به سوالهای زیادی شما ببخشیم و کوشش خواهیم کرد که هر یک سوال شما به جواب نماند و البته اگر این سوال ها مهم باشند و دایره وسیع ساکنان تاجیکستان را فرا بگیرند. خب با امید همکاری بیشتر با هر یک شما بیننده عزیز و با سپاس برای صداقتی که برای آزادی دارید و با عرض سپاس با اخلاصی که به ما دارید، همه شما رو من بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظر می شوم.